شب 31 دکامبر سال 2022 هنگام شستن یک ماشین بنزینکش در نقطه ماشینشویی در کوچه به نام لنین در شهرک شورشه نویه پوشکنه در کنار شهر سنت پترزبورگ روسیه دو کارگر، یکی از بلاروس و دومی از تاجیکستان هلاک شدند. بنا به اطلاع پلیس سنت پترزبورگ شام جمعه 30 دکامبر یک ماشین بنزینکش طبقه والوو برای شستشو به این نقطه ماشینشویی آوردند. شستشوی بنزینکش را به دو کارگر این کارخانه، یکی از بلاروس و دومی از تاجیکستان سپردند. یکی از کارگران در تسترن را کشوده ناگهان به درون آن افتاده است. کارگر دوم به کمک رفیقش شتافته کوشش کرده است که او را از تسترن بیرون بکشد، ولی او هم به درون افتاده است و در نتیجه هر دو به احتمال غالب از نفس کشیدن هوای بنزین آلود جان باختند. بنا به اطلاع منابع نشریه محلی چلاف نیوز، وقتی که کارمندان پلیس به جای حادثه رسیدند، هر دو کارگر نقطه ماشینشویی الکی جان داده بودند، ولی در حالی که بنا به اطلاع رسانه‌ها به این دو کارگر تازه کردن داخل تسترن را سپرده بودند، زنی که صاحب این نقطه ماشینشویی است به نشریه 78 رو گفته است که آنها باید تنها بیرون ماشین را می‌شستند، ولی یکی از کارگران تصادفاً به درون تسترن افتاده است و کارگر دوم او را نجات داده شده است. علت دقیق مرگ این دو کارگر را باید اکنون تشخیص طبی و دادگاهی معین کند. کمیته تفتیشات مسئله کشودن پرونده جنایتی در رابطه با مرگ این دو کارگر در نقطه ماشینشویی در شوشهری را بررسی میکند. بنا به گزارش‌های رسیده، یکی از کارگران هلاک شده از بلاروس و دومی از تاجیکستان بودند، ولی در حالی که برخی رسانه‌ها می‌نویسند که شهروند بلاروس 50 سال و جوان تاجیک 21 سال داشت، رسانه‌های دیگر سن آنها را 53 و 23 میگویند.